شعبه ایالت‌های فوق‌العاده نویه عینی از یک سیل در دهه مدن جماعت دهات اورمیتن نویه خبر داد که نیمه شب 6 آگوست سال 2023 نزدیک به ساعت 23:50 در پی بارانی‌های پرشدت بالای این ده فرو ریخته است. در نتیجه سیر شبانه لوی و گل به 4 خانه استقامتی، 4 خوجگی یوری رسان، 300 متر روی ده و میدان‌های کشت قسماً ضرر دیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 8 آگوست خبر داد که با مقصد رسانیدن یوری به آسیب دیدگان و راه‌اندازی کارهای رفع پیامدهای آفت طبیعی تکنیک ضروری جلب شد. کارهای برطرف سازی ادامه دارد. کمیته گفت خوشبختانه بر اثر این حادثه تلفات جانی و خسارات دیگر به قید گرفته نشده است. بنا به خبر دیگری کمیته حالت‌های فوق‌العاده نیمه شب 7 آگوست سال 2023 تخمیناً ساعت 00:40 به وقت محلی در کیلومتر 250 روی ماشینگرد دوشنبه وحدت لخش بر اثر بالا رفتن دمای هوا در منطقه ارچکپه دهه سرخاب نویه نورآباد سطح آب در رود سوگت بالا رفت. آب خارج شده از ساحل 200 متر را زیر آب کرد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده برای رفع حالت به میان آمده چاره‌های فوری دیده و از حساب وزارت اداره‌های دخلدار گروه کاری سازمان داده شد که آنها با همدستی برای رفع پیامدهای این حادثه دست به کار شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده همچنین خبر داد که روز 7 آگوست در حدود دهه لنگر جماعت دهه اورمیتن نویه عینی که 2 هفته پیش از سیل ضرر آور ضرر سخت دید، کارهای رفع پیامدها ادامه داشت و این کارها انجام داده شدند. برای رسانیدن یاری به عائله‌های ضرر دیده همچنین برطرف نمودن پیامدهای آفت 60 نفر ساکن ده و 6 عدد تکنیک مهندسی جلب شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان همزمان به توجه ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که بنا به معلومات آب و هوا سنجان روزهای 8 آگوست سال 2023 در قلمرو یک قطار نویه‌های ولایت سوغد، نویه‌های تابع جمهوری و ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها باقی می‌ماند. در این رابطه کمیته از ساکنان و مهمانان با احترام خواهش می‌کند که چاره‌های احتیاطی و بی خطری را جداً رعایت نمایند.